خیلی گفتگو مکالمه خیلی آسان می شود چون زبان ما هم هند و اروپایی است. دو عزیزی که سایت خوب داریم ما، یک سایت به زبان فارسی است و یک سایت به زبان ترکی. سایت فارسیمون اطلاع رسانی میکنه مجموعه برنامه‌هامون رو در مورد مناطق دیدنی و توریستی ایران اطلاعات خوبی داریم، تاریخ ایران، ادبیات ایران. همینطور سایت ترکیمون که عمدتاً به نام ایران کلتور ایویز عمدتاً بازدید کنندگان ترک داره و اتفاقاً از سایت های منحصر به فرد است در ترکیه که به زبان ترکی در مورد فرهنگ و تمدن ایرانی اطلاع رسانی خیلی خوبی میکنه. سایت خیلی با کیفیت و ارزشمندی است. فکر کردی که آیا بیای به ایران، کشور ما، و با مردم ایران، با فرهنگ ایران بیشتر آشنا بشی؟ من به ایران رفتم، خیلی خوب بود، خیلی دوستش دارم. فرهنگ، انسان‌ها، غذاها، همه خیلی خوب و خیلی جالب برای من. کدوم شهر اومدی؟ کی اومدی ایران؟ من به تبریز اومدم، به اورمیا اومدم، هم به شیراز و اصفهان هم رفتم. خوش گذشت ایران؟ بله. زبان عربی علم است، زبان ترکی هنر است، زبان فارسی شکر است. واقعا شکر. و خیلی دوست دارم فارسی، خیلی آسان. 10 ماه من خیلی زیاده چیزی یاد میگرفتم. بعد چی شد که با همسرتون می این کلاس؟ او کلاس سوم، من کلاس 4 هستم. ولی به نظر میاد که آقای محمد علی خوب صحبت میکنی شما. من فارسی زیاد نمیدانم ولی من خیلی دوست دارم که فارسی و فرهنگی ایران خوب بلدم. اومدین ایران؟ بله. کی؟ تابستان گذشت، امسال تابستان گذشت 12 روز. 12 روز ایران بودین. کجا رفتین؟ تبریز، زنجان، تهران، اصفهان. خیلی خوب بود. چه جذابیتایی دیدی؟ کدوم غذاها رو دوست داشتی؟ محبوبترین غذای ایرانی من کوفته تبریز است با سلیقه. و قرمه سبزی هم خیلی دوست دارم. نسخ جهان، میدان نسخ جهان هم خیلی قشنگ است. نصف جهانه. حالا هی ما میگیم من اصفهان خیلی دوست دارم. نصف جهان یا نقش جهان و نصف جهان، یعنی ما الکی تبلیغ نمی کنیم، همه دنیا. خیلی خوب بود. ما از هموطنانمون دعوت میکنیم، با علاقه‌مندی تمام ازشون دعوت میکنیم که تشریف بیارن اینجا رو خانه خودشون بدونن، خانه فرهنگ ایران است. ما هم خدمتگزارشون هستیم. مجموعه دوستانمون در خانه فرهنگ ایران با روی باز از هموطنانمون استقبال خواهند کرد، همینطور که تا حالا استقبال کردن. ما علاقه‌مندیم با همکاری هموطنانمون هم اوقات خوشی رو برای خانواده‌های ایرانی در اینجا برپا بکنیم و هم با همکاری این هموطنانمون
فرهنگ ارزشمند و اصیل و رنگارنگ و متنوع کشورمون رو، فرهنگی که به سرچشمه معارف اهل البیت وصله. ما ایرانیان این افتخار رو داریم که فرهنگ و تمدنی داریم که به سرچشمه اصیل معرفت الهی وصله که از اهل البیت میگیریم. این فرهنگ رو به دوستان ترکمون معرفی بکنیم. اگرچه اینها آشنایی دارن، ولی ما هم وظیفمون رو به عنوان سفیران فرهنگ ایرانی در اینجا با همکاری هموطنانمون نشون بدیم که چه ملت با فرهنگ و اصیل و ریشه‌داری داریم که واقعا همینطوره. انشالله با همکاری و همراهی هموطنان عزیزمون بتونیم و میتوانیم این رسالت سنگین خودمون رو که رساندن پیام ایرانی هاست به همه جای دنیا، این رسالت رو به نحو احسن انجام بدیم. آمادگی داریم هر موقع که ایرانی ها قدم بفرمایند در خانه فرهنگ ایران و در مرکز آموزش زبان فارسی به گرمی ازشون استقبال بکنیم و به همراه هم این وظیفه و رسالت سنگین رو به سرانجام برسانیم.